ما خواهی یک آثار قدیم وارستم برای کلا که میشنالی بنام شیر آقای بولانی پس مشهور هستم. بولانی یک چیز افسانه است که هر کسی دوست داره دیگه. این در خانه میان رول مهم داره در بازار خو بیخی دیگه. ولی ما شرمنده همشیرا هستیم که جایی به سیاست نداریم، اگر نه زیادتر علاقمند هم بولانی هم سیاست هستند خود جایی نداریم. چه کنیم باز خبره گوردی شش خبره گو شو خوانده وقتی وقتو که وای خیر ده فارسی خبری کول نیستی تاسو کو فارسی باندې خبره نه کوم میفهمی نه پښتو هیڅ نمیتونین که داری صحبت کنین اگه میتونین به دری با ما یک چند کلمه بگویید. داری میفهمی خو یاد نمیتونی. خب ما اولین پیرس که آمدیم شنیده بودیم واقعا شلاشیم وقتی که حالی آمدیم چیزی که مردم ملت ما میگفتن درباره از اینمی کمال واقعا داره. در کارتنو زندگی میکنم دیگه. اینجا به خاطر بولانی خوردن آمدیم که یکی از مشهورترین بولانی است در شهر. بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت تمامی شما هموطنان عزیز. انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و روز تاییدم با خوبی و خوشی سپری کرده باشین. هموطنان عزیز، ما امروز آمدیم به یکی از مشهورترین بولانی فروش‌های شهر کابل که به نام بولانی شیر آقا یا شیر آقا برش میگن. دوستان عزیز، این که این بولانی فروشی چگونه یک بولانی دارن، چه قسم پخته میکنن، میریم و یک جا از نزدیک میبینیم. دوستان عزیز، ما رو تنها نگذارین، بریم و یک جا به داخل بولانی فروشی و ببینیم که چه قسم آماده میسازن. بیاین دوستان عزیز. دوستان عزیز، ما فعلا آمدم به داخل بولانی پزی. ماشاءالله دیگه سرصدا و بیروبار زیاد است. باش که حالا یک فرصت پیدا شد که من همراه اینا صحبت کنم. خوب هستین کاکا جان؟ شیخ بخیر. سلامت باشین، خسته نباشین. بخیر سلامت زنده باشین. بخیر. خودتان یک معرفی کنین گرچه هموطنای ما درست میشناسن خوبتر و بهتر بشناسن. ما خواهی یک آثار قدیم وارستم برای کلا که میشنالی بنام شیر آقای بولانی پس مشهور هستم. سلام تقدیم میکنم به تمام بینندهایی که مرا میبینند در صفحه تلویزیون. کاکا جان بر ما بگوین دیگه که خیلی شما یکم روی تانه ای طرف در بودید کمره ای طرف است. باش دوستای عزیز که سر صدام است. کاکا جان بر ما بگوین دیگه که چطور از کاروبار بولانی؟ این بولانی یک چیز افسانه است که هر کسی دوست داره دیگه. این در خانه میان رول مهم داره در بازار خو بیخی دیگه. این لطف خداوند است که ما گفته گم تا بنیانگذار این بولانی پزی ما هستم. چقدر وقت میشه که شما اینجا شروع کردین به کار؟ تقریبا 33 سال میشه ما این کار شروع کردیم. دمی 33 سال دیگه در اینجا هستین؟ نه، یک 10-15 سال شدم سر زیرزمینی و این طرف سرک کراچی داشتم. بازم یک 15-18 سال میشه که دکان دارم. چی راز نهفته در این که دیگه بولانی شما مشهور است؟ هموطنای ما دیگه زیاد دوست دارن که از شما بولانی بخرن و بخورن. چی ویژگی داره این بولانی شما؟
دم هر کاری که اخلاص باشه همون کار خدایی پیش میره. از ما لطف خداوند است که دم هر کار ما اخلاص است. ما کوشش میکنیم یک برادر یک چیزی بدیم که هم او مصناک باشه، هم او اقتصادی باشه، هم سیرش کنه. این سه ویژگی ما داره. این لطف حتی که ما کوشش میکنیم که همین چیزای ما را تازه به تازه، روزانه همه چیز ما را تازه کار میکنیم. چیز شومانده ما کار نمیکنیم. این نیست که مزهش همین امروز یک برادر یک بولانی خود صبح باز میاد، دیگه صبح باز میاد. این برادرای هستن که تو بازار هستن، شهر هستن، ما خدمتگار این برادرها هستیم دیگه. دقیقاً کار با اخلاص دیگه اما تو برکت داره. خدایی برکت داره. به کل اگه معلوم است چیزی که آیان است حاجت به بیان است، اول پیش بر تو باشه. دقیقاً برای ما بگوین که چقدر کارمندا زیر دستتان کار میکنه در اینجا. ما خواهی افتخار میکنم لطف خداوند که یک 12 فامیل برای ما میچله. یک 12 شاگرد داریم کار میکنن اینجا روزانه و بیگاه ماش خدا میگیرن پرده فامیلشان میشه. بسیار خوب. شاگردان یعنی از فامیل خودتان نیست دیگه جدا است؟ بچه‌های ما هست، یک دو سه تا بچه‌های ما هست. خب دیگه بچه‌ها شاگرد هستن بیچاره دیگه. بسیار خوب. در کل یعنی گفتین که 12 شاگرد دارید. بله 12 شاگرد داریم. خوب است. باز اونا رو دیگه ماهانه میتین معاششان یا روزانه؟ پنجشنبه دیگه پنجشنبه معاششان میتونم. بله. راضی هستن از معاش؟ بسیار خوش هستن. هیچ نمیگن که اگه به تاک یا بالا کو و اگه دیگه ضرورت داشته باشن ما میتونمشون. ماشاءالله خوب است که کاروبارتان میشه. این شکر خداوند، این لطف خداست. عزت و ذلت به دست خداوند است. دقیقاً بدون شک. چقدر از هموطنای ما روزانه میآیند اینجا؟ دیگه لطف خدا از 1000 بالاست دیگه. بسیار خوب ماشاءالله. نظر رشه. برای ما بگوین که بیشتر مشتریتون از طبقه اوناس است یا ذکور؟ والا ما شرمنده همشیرا هستیم که جایی به سیاست نداریم. اگر نه زیافتر علاقمند همی بولانی هم سیاست هستند. خود جایی نداریم. چه کنیم باز زیافتری برادر هستن میخورن. بدون از اینکه هموطنای ما میآیند اینجا میخورن میبرن او زیافتر میبرن. اگه نبرن ما قد سودا نمیشه. حرکت 10 تا 15 تا 8 تا 9 تا این خود اقتصادی به فامیل هم اقتصادی است. و یک بولانی ما 2 نفر سیر میکنن. تا جایی که من دیدم بسیار کلانه. این قدر بولانی کلان است که حتی که اگه وزن کنی شاید که نیم کیلو یا بالاتر باشه. شکم آدم چقدر ضرورت داره؟ کم ضرورت داره. بسیار خوب. برای ما بگوین که بولانی گندنه است یا از کچالو کدامشه؟ میکس هم داریم، ساده کچالو هم داریم. بیشتر باز کدامشه مشتریتان میخرن؟ همین میکس 2000 مردم. باز قیمتش چنده؟ 30 روپیه. اگه تخمدار باشه 40 روپیه. بسیار خوب. قیمت بولانی ساده 30 افغانی و تخمدارش 40 افغانی. بله خب 10 روپیه یک تخم است دیگه. بسیار خوب. شما چی پیام و گفتنی داری به هموطنای ما که بیاین به دکان؟ خدا یک آرامی رو بیاره که برادرها به فضای آزاد ما خب بسیار خطرها در کابل ترکیه مک. تو جنگام بودیم که جایی نرفتیم. حالا افتخار میکنیم آرامی است فضل خدا. ما به برادرای خود میگیم که بیان بسیار آرامی بولانی بخورن. این هر نقصی که داشته باشیم برای ما بگوین که اینی خلا را داره ما خود اصلاح کنیم. ما خود نمیخوام هر کی برادری که میخوره میگه خیری بینی. ما به خیری بینی از این ما افتخار میکنیم. بسیار خوب. حالا شما خودتان پخته میکنین، بغیر از شما هم دیگه تو کدام کسی دیگه یاد داره که پخته کنه به جای شما؟ شاگردام کلی میتونن، بچه‌ام کلیش میتونن. خب ما خلیفه شان هستم دیگه. ما کم نیم کم سرشون میباشم که یگا مشتری بهترتر بولوین بتمشون، خوبتر بتمشون. خلیفه کل رئیس شما هستین دیگه. خب ما پدرشان هستم. بله. بسیار خوب. باز همین نام خودتان بالای همین بولانی فروشی مانده؟ اصلا نام خودم شیرآقا هستم. بله. بسیار خوب. اینم دیگه فعلا خمیر میکنن. فضل خدا روزی 6 7 بوجار خمیر میکنیم. بسیار خوب ماشاءالله دیگه نظر نشه یک اسپات باز کنید. سلامت زنده باشید بخیر باشید. تشکر از اینکه همراه ما صحبت کردید. بخیر باشید. سلامت. فعلا دیگه ما میریم پایین که مشتری‌ها رو ببینیم. بولانی هم بتون دانگ بخوره که مزه شه. حتما چرا نه. سلامت باشید شما. ما فعلا آمدم با پایین، فکر کنم دیگه که جای ششتن مشتری دمی پایین است. اینجا چیزی را که متوجه شدم دوغ از سینا علاوه بر بولانی دوغ هم دارن. میخوایم که همراه این برادر ما صحبت کنیم که دوغ چه قسم آماده میکنه. سلام بر شما، خوب هستین؟ چال بار چانتان جور خوب خیسه. سلامت باشین، خسته نباشین شما. سلامت باشین. خودتان یک معرفی کنین؟ من سرفراز هستم. بسیار خوب. شما دیگه در بخش
دوغ هستین که دوغ آماده میسازین؟ خب شاگرد ما نیست پایین آمادیم. خب شما فعلا آمدین. اگر این شاگردتان تیار میکنه دوغ؟ بله. خب از شما یاد گرفتن دیگه. در مورد آماده ساختن دوغ بر ما بگین چه قسم آماده میسازین؟ دوغ دیگه خب سال خوب بهتر آماده میسازیم میشه دیگه. چه قسم آماده میکنین بر ما بگین از شروعش؟ دوغ اگر اول میزنیم نمک میندازیم در بوشکه ما مشک نداریم. بازور خوب جق میزنیم بعد از او میندازیم. از ماست آماده میکنین یا که از چکن؟ نه از ماست هست. کلش ماست هست چکن. باز وقتی که وطنای ما میاین بولانی میخورن امراش دوغ میبرن. بله. باز این گیلاس چند مفروشین؟ دوغ در میفریم ماست 20 روپیه. بسیار خوب. باز وطنای ما دیگه در این فصل دوغ میخورن امراش؟ بله این دوغ زدش هست نه؟ بسیار خوب. دوغتان مشهور است. بله مشهور. خوب. کدام پیام گفتنی اگه داشته باشین؟ پیام گفتنی خداوند این وطن ما آرام بسازه که مصیبت خلاص شه. سلامت باشین. تشکر. دوستای عزیز ما آمدیم به داخل همین رستوران جایی که مشتری‌ها می باشن. می‌خوایم امروز برادر ما صحبت کنیم. سلام خوب هستین شما؟ علیکم سلام خوب هستی بخیر هستی؟ شما خوب هستین؟ خوب هستیم شما خوب هستی؟ تشکر زنده باشین. شما خودتان یک معرفی کنین اخبال زن لیدون که در هوا پیژند. از یو مجاهد هلمند ولایت اوسیدونکی ام اوس په الحال کابل ته راغلی. بسیار خوب. شما از ولایت هلمند آمدین فعلا؟ از ولایت هلمند آمدیم به کابل. چطور که امروز آمدین به اینجا بولانی خوردن؟ دلته ښه بولاني دی دغه بورغه دی څوک دی بورګي ډېر ښایسته بورګي دي موږ خاص شراغه بورګي د دې لپاره خاص دغه بورګي د پر راغلي یو نو بي بي سي کې هم د دې سره مرکه اوس د ډېر ښه بورګي دي هم دې لپاره راغلي دغه بورګي ووینو خوند یې وګورو څنګه بورګي دي او څنګه بولاني دي. قبلا هم آمده بودین شما به اینجا؟ نه مخکې دلته نه راغلي هم دا ټپل راغلو دغه لپاره چې بولاني ووینو وخورو خوند یې وګورو څنګه بولاني دي. چطور بود طعمش خوشتان آمد یا نه آمد؟ څنګه؟ خبرګي و ډېر ښایسته بورګي و ښه خوند یې وکړ. پښتو کې وای خیر ده فارسی خبرې کول نیستی تاسو؟ که فارسی باندې خبرې ونه کوم میفهمې. نه پښتو هیچ نمیتونین که دری صحبت کنین اگه میتونین به دری با ما یک چند کلمه بگویید. دری میفهمی خو یاد نمیتونی. میتونین شما بر ما به دری صحبت کنین خیلی خوبم صحبت میکنین. این حال دیگه ما چیزی که میپرسم شما بر ما به دری بگین درست است؟ درست است درست. خیلی شما بر ما بگین که بولانی چطور بود؟ بولانی جا شایسته بولانی و شما خیلی پشتو گفتین خب بر ما فارسی بگوین دری بگوین. بولانی خوب بولانی است دیر مزدار بولانی است. خب خیلی ما دست میگیرم درست است ما پیشتان مایک میگیرم همین دست خودم باشه. بولانیم دیگه خوششان آمد بار اولشان بود که از ولایت هلمند آمدن قبلا نامده بودن به اینجا فعلا آمده دیگه طعم بولانی هم خوششان آمد. دوغم خوردین؟ شرمبیت تروی دوغم خوردی او کابل ته خو نور وختونه ډیر راغلی یو خو دغه شراغه بولانی ته نه راغلی اوس هم دا ټپر راغلی. بسیار خوب. تشکر از اینکه همراه ما صحبت کردین. تشکر مننه از کامرای صحبت. کدام پیام گفتنی اگه داشته باشین؟ خوب است خیر. نداریم پیام. سلامت باشین. تشکر از اینکه همراه ما صحبت کردین. فعلا نوش جان کنین. خوب هستین شما برادر؟ شکر خوب هستیم. خودتان یک معرفی کنین ببینید. از ما فرهاد است که از باشنده پاکستان هستم که اینجا هر وقت میایم بولانیش بسیار خوبش است. بولانی خوردن میایم که بولانیش بسیار خوبش است. بسیار خوب دیگه. بولانیش مشهور است دیگه شما آمدین فعلا از بارستان آمدین؟ بله از اینجا آمدیم بولانیش مشهور است هر وقت میایم اینجا بولانی میخوریم بسیار خوب است. فعلا خاص دیگه به خاطر خوردن بولانی آمد. خاص است به خاطر بولانی خوردن اینجا. باز چند دانه میخورین؟ هم یک تا دو تا میخوریم. دو دانهش زیاد نمیشه. نه دیگه ماشاءالله بولانیش کلانه. بله کلان است. راضی هستین دیگه از کل چیز؟ از کل چیز راضی هستم. تشکر. اگه کدام پیام گفتنی داشته باشین کامرا در خدمت. زنده باشین. سلامت باشین نوش جان کنین. شما صحبت نمیکنین؟ ببخشید. خیره. امروز شما هم صحبت میکنیم شما با فارسی امروز ما بگوین. خیلی مایک. خیره هر کدام تان که حاضر هستین همراه ما یک صحبت. خیلی شرط همی است که با فارسی همراه ما صحبت کنین. وقتی که هموطنای ما ببینن شما چقدر زبان فارسی رو یاد دارین ماشاءالله دیگه خوب صحبت میکنین. خوب هستین؟ میکنیم. ان شاء الله کوشش میکنیم تو فارسی بگیم. بسیار خوب. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ شکر الحمدلله. شما را خوش آمدید میگیم. خوش باشین. شما هم خوش آمدین. ما اینمی آمدیم اینمی یک بولانی پزی شراغ جان میگه. خب ما اولین پیرس که آمدیم شنیده بودیم. واقعا دشلاشم وقتی که آمدیم چیزی که مردم
ملت ما میگفتن درباره از اینمی مکمل واقعا داره. یکی خو اقتصادی خیلی زیاد است که مردم افغانستان ما از اقتصاد خیلی ضعیف هستند. به یک بولانی که هر رقم یک آدم ما افغان باشه اسیر میکنه، اون به 30 روپه، خصوصا در پاریس که دوغ میته، دوغ وطنی است، یه هم خیلی خوشمزه و خیلی مزناک هستند. و یک کار دیگه است که بسیار مهم هستند که این نظافت خیلی مرد میکنه. دیگه این کارهای شاگردایش که ما دیدیم در باره خودش نظارت میکنه. دیگه از این ما خیلی خوش هستیم. شما دیگه از زبان مردم شنیدین که بولانی شیرآقا مشهور است، باز شما آمدین دیگه که یک بار بخورین امتحان کنین که چطور است. امیتو هستن. از طریق پرده تلویزیون هم دیده بودیم، خوی مجاهدین خود ما هم آوردیم اینجا امروز، یا هیچ نامده بودن یا از هلمند هستن. 2 نفر ما مجاهدین هستن. با یارا گفتیم تو بیای شما اگر پس هلمند بری امی بولانی وطن کابلی ما اونجا با شما ببینید که در وطن شما هلمند امیتو پیدا میشه. الان میشم یا که مدن یا که خوردن یا گفت که واقعا همون گپ خودت است. دیگه ما میخوایم که کل وطندارای ما در هر جای باید که امیت یا غذای اقتصادی باشه. مردم ما غریب هستن که کلگی همون نمیچاشت دادن یک چی گذار کنه. فعلا هم دیگه خوردین، نوش جان کردین. امیتو است. برای ما بگین چند دانه را خوردین شما، در چند تاش سیر کردین؟ والا 3 نفر بودیم مجاهدین. خو والا یکم نانم زیاد میخوره، چرا اقتصاد ضعیف، چای صبح هم نخورده بودیم. خو ما 4 دانه تلبیستیم، ما گفتیم نخسیر کنیم. خو 1 دانه پید، 1 دانه ایلا خوردیم. ماشاءالله کلان از دیگه یک تاشم سیر میکنه. بالکل بیخی جفا میکنه. 1 دانه خیلی او در مابینش کدام موادش که اصلی همون مواد است که موادش خیلی خوشمزه است. همین تو پر میاد دیگه. دیگه خداوند کاکا شیرآقا را همین دنیا به تو بدینه که به خدمت از ملت هستن. سلامت باشین. کدام پیام گفتنی اگه داشته باشین کمره در خدمت. پیام خو خاصی دیگه نداره. میخوایم که از خود کلی وطندارای ما، چون ما یک آدم نظامی هستیم که در وطن خود، در امنیت خود همکار که مجاهدین باشه، با امارت خود همکار باشه. امو مملکت خود با مملکت‌های دیگه باید که اگر موقع نشه یک چیز خو نزدیک شویم که مردم یک طفلایش امروز پانتون میخوانه، درس میخوانه، از تعلیم پس نماندن. امروز ما مردم خیلی از تعلیم پس ماندیم، طفلای ما پس مانده. باید که ما کوشش کنیم با اولادای خود هم درس بخوانیم، تعلیم بیاموزیم او خود ما کوشش کنیم هم که با دولت هم کار باشیم. تشکر. زنده باشین. سلامت باشین. شما همشیره جان زنده باشید. تشکر. سلامت باشین. تشکر. شما هم صحبت میکنین؟ خیر باش. نمیکنین؟ خیر در پختو کی خبری کرد؟ خیر در مشکل ندی. دوستای عزیز ماشاءالله بیربار زیاد است دیگه. باش که ما رو یک بولانی بخوریم همینجا. که با جوان هم صحبت کنیم که به خاطر خوردن بولانی آمده. سلام، خوب هستین؟ سلام، شکر. زنده باشین. خودتون خوب هستین؟ سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شکر. فضل. خودتون یک معرفی کنین؟ اسمم میلاد است. باشین در کارتنو زندگی میکنم دیگه. اینجا به خاطر بولانی خوردن آمدیم که یکی از مشهورترین بولانی است در شار و در همه جای نام داره. بولانی بسیار یک بولانی عالی و مزه‌دار. بسیار خوب. میلاد عزیز بر ما بگو که کی گفت برات که اینجا بیای امروز؟ همراه دوستایت آمدی، نظریه کی بود که اینجا بیای؟ البته که خوشمزه شد از بوی پیدا کردم. واقعیت میگم. بوی شد دیگه از زور استشمام کردین باز آمدین. بله بسیار بیروبارم بود دیگه. گفتم واقعیت اینجا یک بولانی خوب است. چقدر وقت بعد اینجا میایین شما؟ اینجا در ماه یک بار میاییم. ما یا 2 هفته بعد یک بار میاییم. راضی هستین دیگه از بولانی؟ یک بار خودتون حال چند دانه گرفته شما کلشو میخورین؟ نه یگان مسکین بیچاره پیدا شگان تشه بابا میتون. منظورتان از دوستایتانه؟ آفرینم دوستای ما کنشته. خودتان چند دانه رو میخورین؟ 2 دانه. زیاد نیست. 2 دانه؟ زیاد نیست؟ نه ورزشکار هستیم. ورزشکار هم هستیم. جانم. از تحصیلاتتان بگین چی خواندین؟ تحصیلات دیگه مکتب فارغ هستیم فعلا دیگه. پانتون نرفتین؟ نه پانتون نرفتیم. چرا نرفتین؟ پانتون دیگه در خارج گفتیم که در اونجا ادامه میدیم. تصمیم دارین که دیگه بیرون از کشور بخونین؟ بله. اینه دیگه گپ شما بالاست. آینده میخواین که خیلی چی کارا شوین؟
مرا بخش طب خوشم فارماسی. فارماسی میشین بخیر. انشالله. دوستای عزیز از این برادر ما دوستاش سرشان خنده میکنه، البته طرفشان اشاره میکنه میگه باش که خندهشان بگیره. دوستا خود در کل همه قسم بزرگ می باشن، میگه باش که زیر تاثیر بره، اما این برادر ما ماشاءالله با جرأت از زیر تاثیر نمیره دیگه. چی گفتنی داری به این دوستات که آزار میتن؟ نه اشتکاز دیگه شوخی میکنه. آرده میشانه بولانی بخورن شوخی میکنن دیگه. برشان بگو که شوخی نکنین که باز دیگه نمیارم. نه گفته میشانه خب بازم یگان بهتر بگیم. گوشی میکنه. باز جزایشان چی میدی؟ جزایشان همیست که نمین بولانی خودم میخورم بیا بخی نمیتون. من خوب کار میکنی. چی پیام گفتنی داری به دیگه جوانا؟ پیام گفتنی خاص ندارم. پیشم ما دائمی صحبت خود گفتیم، به بار پیشم که مصاحبه کردیم گفتیم که درستان ادامه بدین تا که میتونین، به خاطر کمی پیشرفت کشور هر چی که از بالای درس است و امید پانتون ها که است امیر باید به خاطر دخترای لاشه و گفتنی من این خاص می نمیست بر تمام جوانان. شما هم کوشش کنید. تشکر میلاد عزیز از این کمرای ما صحبت کردید. تشکر از خودت. سلامت باشین، نوش جان کنید. تشکر. دوستای عزیز گزارش ما همینجا به پایان میرسانیم. امیدوار هستم که گزارش امروز به شما خستگان تمام نشده باشه. تا برنامه‌های بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. الله یار و مددگار.